این دلایل شاید هرگز به ذهن شما نرسیده، ولی قطعاً باعث میشه که انگیزه شما برای ورزش کردن بیشتر بشه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز میخوایم با هم دیگه در مورد یه موضوع خیلی متفاوت صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اولین مورد اینه که تمرین باعث میشه مثل یه ماشین قدرتمند کار کنید. ورزش کردن برای بدن مثل سوختگیریه. وقتی درست حسابی ورزش کنید انرژی بیشتری دارید و کاراتون رو با قدرت بیشتری انجام میدید. دومین مورد، تمرین به شما آرامش میده. تمرین استرس رو از بین میبره و ذهنتون رو آروم میکنه. مورد بعدی اینه که تمرین کردن باعث میشه که عضلات شما عملکرد بهتری داشته باشه. وقتی تمرین میکنید عضلات شما بیشتر فعال میشن و این یعنی شما قوی تر میشید و هر چقدر قوی تر بشید کارهایی که توی روز انجام میدید و سریعتر و بهتر انجام میدید. شاید باور نکنید ولی ورزش کردن باعث میشه که مغز شما تقویت بشه. تمرین کردن به جریان خون مغز شما کمک میکنه و باعث میشه حافظه بهتری داشته باشید. تمرین کردن باعث میشه عضلات کمتر آسیب ببینن. یه بدن قوی و آماده کمتر در معرض آسیب قرار میگیره. این یعنی ورزش کردن مثل یه زره میمونه برای شما. البته که یکی از رایج ترین آسیب هایی که ورزشکارا میبینن آسیب دیدگی مفاصله و باید خیلی مراقب باشه. مورد بعدی اینه که تمرین کردن شما رو از دیروز قوی تر میکنه. تمرین کردن باعث میشه شما بهتر از روز قبلتون باشید. یه جور پیشرفت دائمی که خیلی حس خوبی بهت میده. و در آخر موردی که خیلی مهمه، با ورزش کردن شما میتونید عمرتون رو طولانی تر کنید. ورزش کردن باعث میشه که کیفیت زندگیتون رو ببرید بالا. ورزش منظم میتونه حتی کمک بکنه که یه سری از بیماری‌ها سراغتون نیاد و این یعنی زمان بیشتر برای لذت بردن از چیزایی که دوست دارید. و کلام آخر این که ورزش کردن فقط برای لاغر شدن نیست. ورزش کردن برای لذت بردنه. اگر که شما ورزش رو شروع بکنید و از ورزش کردنتون لذت ببرید، در کنارش میتونید شاهد خیلی اتفاقای قشنگ باشید. تمرین کردن فقط برای داشتن یه بدن خوشگل و خوش فرم نیست. این یه هدیه بزرگ به خودتون برای سلامت جسمتون و سلامت ذهنتون. پس همین الان تصمیم بگیر و یه قدم کوچیک برای خودت بردار. حالا شما به من بگید از این مواردی که من گفتم کدومش بیشتر شما رو ترغیب کرد برای اینکه ورزش رو شروع بکنی؟ و اگه که تا الان منو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن تا این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم و قراره که ویدیوهای جدید ورزشی رو به زودی براتون بگیرم. نظراتتون هم برای من کامنت کنید، حتما میخونمشون. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.